ما گاه بحث رو در ماهیت حکومت میبریم، میخوایم بگیم سنخ حکومت چگونه است. اینجا جایی است که تقسیم میپذیره حکومت سکولار هست یا حکومت دینی است. فهم من این است که اصلا بحث از حکومت دینی و حکومت سکولار بحث از ماهیت حکومته. یعنی سخنمون در این است که در یک نظام اداری سیاسی که قرار است تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی صورت بگیره، آیا میتوان از گزارهای دینی استفاده کرد یا نه؟ آیا میتوان از این نوع گزاره استفاده کرد یا نه؟ تقسیم بندی حکومت ها، تقسیم بندی اولیه به لحاظ ماهیت بر اساس این تلقی از حکومت. حالا وقتی ما صرف نظر کردیم ماهیت حکومت رو بحث کردیم، بحث دوم بحث مشروعیته. هر حکومتی با هر تعریفی، چه سکولار باشه چه حکومت دینی باشه، در رتبه دوم باید مشروعیت خودش ثابت کنه. اگر حکومت سکولاره یعنی اعتقاد دارد که قواعد دینی نمیتواند در عرصه اجتماعی مبنای تصمیم گیری باشه، خب این نوع حکومته. حالا آیا ما مجازیم به این نوع حکومت تن بدیم؟ آیا مشروعیتی دارد یا ندارد؟ خب اینجا بحث این است که حکومت سکولار میاد از طریق نظامات مثلا دموکراتیک، اگه قائل باشیم که دموکراسی میتواند مبنای مشروعیت قرار بگیره، مشروعیت خودش رو ثابت میکنه، تبدیلش به یک حکومت مشروع. به یه تعبیر عرض کنم و این رو بگذارم. ببینید ما وقتی میگیم حکومت سکولار غیر دموکراتیک، یک مفهوم پارادوکسیکال نگفتیم. ما میتونیم بگیم یه حکومت سکولاره اما دموکراتیک هم نیست، یعنی مردم به او رأی ندادن. سکولار است چرا؟ چون از مرجعیت عرفی و عقل عرفی در اثبات گزاره‌های خودش، در ثابت کردن یک گزاره و مبنای اجتماعی قرار دادن و استفاده میکنه. این رو ان شاءالله اگر فرصت شد من بیشتر توضیح میدم. به این دلیل سکولاره. یه حکومت فاشیست میتونه حکومت سکولار باشه. حکومت استبدادی است به لحاظ مشروعیت، اما به لحاظ ماهیت یک حکومت سکولاره. حکومت استبدادی سکولار یک مقوله پارادوکسیکال نیست. کسی هم بعید میدانم تا کنون چنین چیزی رو گفته باشه. این شاهد بر چیه؟ که ما با دو مقوله سر و کار داریم. یکی اینکه ماهیت حکومت رو تعیین کنیم، یعنی بگیم نوع به کرسی نشستن، نوع گزاره هایی که به کرسی می نشیند در یک حاکمیت و فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری چگونه است. بعد از که این رو فارغ شدیم ثابت کنیم که این حکومت مشروع هست یا نیست، یعنی الزام سیاسی بر ما وجود دارد یا وجود ندارد. به تعبیری که آیه دکتر کشویان فرمودن، اصلا بحث سیاسی از اینجا شروع میشه که بحث الزامه. فعلا از این بحث من صرف نظر میکنم. نکته دوم در باب دلیلی که در این نظریه آمده عرض میکنم. این دلیل همطور که جناب استاد هم فرمودن دو تا قائمه داره. یک قائمش این است که گزاره ابجکتیوی که بالفعل قابل استفاده است در حکومت نیاز به رأی عمومی نداره. یعنی من در اینجا صرف نظر از اون اشکال اول میکنم، میپذیرم که با این تعریف میشه سکولاریسم رو تعریف کرد با این معنی. حالا وارد استدلال میشیم. ببینیم آیا واقعا دلیلی که در این نظریه آمده اصل حتی خود این مدعا رو میتونه ثابت کنه یا نمیتونه. قائمه اول استدلال این است که گزاره‌هایی که ابجکتیو هستند و بالفعل قابل اثباتند، اینها در یک حکومت، میخواد حکومت دینی باشه میخواد حکومت سکولار باشه، ظاهرا اینطوره، اینها هر شود که مبنای تصمیم گیری جمعی قرار میگیرند و نیاز به رأی عمومی ندارند. گزاره دوم و نوع دوم گزاره که یا ابجکتیو غیر قابل اثبات است بالفعل یا گزاره‌های سابجکتیو، اونها چون از دیدگاه جناب دکتر ملکیان قابلیت اثبات ندارد، حتما باید به آراء عمومی مراجعه کنیم. من به نظرم هر دو تا این